салом алейкум ҳамдиёрони азиз азони гурӯҳи амволва бо имрӯз 16 октябри соли 2024 мебошад. Мо қарор дорем дар яке аз лабораторияҳои калони давлати Туркия дар вилояти Анталия ва наворо сар мекунам аз як ҷое ки аз лаборатория аллакай ниҳоли банан биромадааст. Банан ин бананҳоро мо ҳозир ба навор мегирем. оянда инашро ёки аз ин калонашро мо худо хоҳад савдо мекунем. нархҳои мо туғри омад, мо барои шумо мебарем. баъд дар бораи банан холи алоҳида боз навор мекунам истода бо ҳамин соҳибаш характеристикаашро мегирам. ва ҳозир бинед мана бананҳо дар дохили мана ҳамин вай сабзи дестудан дар дохили набинед чикар аст. ин бананчаҳоро бинед мо анам ҳам мебарем барои сабук бурданаш ва шумо ҳамин бананро мешинонед. бинед از تخم ندهیم و از لابراتوریا. از لابراتوریا این بهترین به کسل به هیچی از لابراتوریا و اینوش علاقه کلان شده است. ببینید اینوش علاقه کلان شده است. من کلان ترکش دیدم انا این بنا نهایت تیز کلان می شود. نهایت تیز کلان می شود و از بیخ خودش با برومده برای شما بچه میتیاد. من هم دوران عزیز اینجا بنام استیصال کرده سودان من بنام ها این بنان هایی که در زیری یک گوره من دویم فراموش میکنم. دید من نشون تیه. هم دوران عزیز اما ماندارین هایی که من نشان دادم، ماندارین هایی که من در این لایم و کمکوات و چخیل که با اویل کدامی که با اویل لیمون ها تعلق دارد برگوش سبز بود و همش زیری پارنیک میشود یا اینکه در درون سطیل داخل خانه بسیار من همین رو فراموش کردم گویم بسیار سوال میتونن که اکمانده زکاس میکنن که 5 دقیقه بعد میفهمن که این میگه در کوچه من نمیشه. اویله لیمون ها از جمله ماندارین و اپلسین و لیمون و لایم و پامیلا کمکوات در کوچه زمستون خنک میزنن. در تاجیکستان او رو پوشانی کردن در کار داخل سطیل گرفته شنونده بروردن در کار. برای که دیگر سوال نشود در باره ماندارین که در کوچه میشود یا در منطقه ما فلان نمیشود، فقط در پارنیک و در سطیل. بنابراین بنان نیز در داخلی پارنیک میشود، در سطیل نمیشود، نمیپندد. سطیل در میشود و برای فقط همین پیش خونتون در این خونتون برای خوشرویی، لیکن نمیپنددیم. لیکن در پارنیک کنید اگر مثلا میگیریم 8 به 100 دو قطار شنونید اگر هر یک 3 متر دقیقه شنونید اگر بگمانم که این بسیار حاصل خوبم میتاد. حالی من میگم یک نوار دیگر میتونم در باره حاصلتیاش و دیگر خاراکتریستیکاش من این پرورش بنان من ببینید. من اینجا ببینید. چیکار کرده شدن؟ من کارگرانی لابراتوریا جدا کرده شدن. قداش قطعی سرتیفیکات شدن. کلون طرف اون طرف. مایدان شد این طرف. یعنی که بسته بندی کرده شدن و بسته با کدو بسته شون جدا کرده شدن. اینجا با مایداش موندگی، اینجا با کلون طرفش جدا کرده شدن که کدامش مایدا کدام جدا کرده شدن. این طرف بیت. لابراتوریا برآورده است. برایش چهارش آوردن. اکنون درونی خوب نمیشنونن. مایداش یک طرف، کلونش یک طرف. من این بنانچه‌هایی که در درونی لابراتوریا پرورش کرده شدند. همدوران عزیز این لابراتوریا یک از لابراتوری‌های پیش قدم جهانی است. در بالای 4 هکتار ساخته شده است. این بسیار کلان است. اما این رو من نشان دادن نمیتونم برای شما. لیکن قسمت هر جایی که خیزیق است برای شما نشان میدم. معقول شد که باشه اگر لایک کنید، پادلیت کنید، اگر رفیقاتون اگر کش شدن در گروه ما تو همه کسا تماشا کنیم و تاجیکستان رو با پیش بریم. من اومدم یکی کدام کنج دنیا برای چی؟ برای که همیشه شما آباد شوید. از این که من بنان میبرم 500-600 دلار من بوی نمیشم. هم پول راهپولی من نمیبراید. برای من همین خیزیق دل هست و سخنهای خوش شما. همدوران عزیز پیشروی کنید، بنان کنید، دیگر کنید چیزی که در بازار تاجیکستان است هم رو کنید و بوی شوید و از مهاجرت مهنتی نروید بس کنید. در پناه خدا باشید.